برادر میفهمی داری چی میگی؟ اینا دخترای شیطانن. نترسید از ما و ددیمون اونقدر هم بد نیستیم. کلیه فروشی؟ چرا میخواد کلیه‌شو بفروشه؟ چون مردم گرفتارن، پول ندارن، واقعا سختیه. بری کنار، میخوام خودم آتیش بزنم. رفتم گوش بگیرم، میگه برو ادارتون گوشت قسطی میدن. آخه من بعد این همه سال کار باید برم گوشت قسطی بگیرم. بذار برم کمکش. نمیخواد، فندکش خراب شد. بچه دقیقه وایسین، من الان میام. آقا کمک میخوای؟ مگه شما میتونی؟ من نمیتونم؟ الان درست شد؟ بله. یه استارت بزن. یا خدا، بسم الله. خانم مرسی. اختیار دارین. بچه بریم. آفرین مامارا خانم، دیدی خوب بودن اونقدرام سخت نیست. حالا دیگه از ما نمیترسی؟ اگه اذیتمون نکنید نخیر. اصلا باورم نمیشه داریم ما دخترای شیطان تو خیابون قدم میزنیم. راستی لوسیرا خانم، شما چند سالتونه؟ ما بچه‌های کوچیک خانواده ایم. من 1125 سال، مامورا 1120 سال. یا ابوالفضل 1100 آی قلبم. چی شد جوجو؟ کجا در کمکت کنم؟ جوجو چیه خواهرم؟ قلبم داره درد. خواهرمو زهر مار. این سیبا بگو به من نگه خواهرم. بیا. قدرتامون داره کم میشه مامورا.